درود فراوان به کوکول تله‌های قلب عمو سالی. مهدی سالی هستم به همراه دوست عزیزم ماری در خدمت شما هستیم با برنامه کاملا متفاوت Try not to laugh، سعی کن نخندی، و با مجازات. من ویدیوهای فان میذارم، ویدیوهایی که ترندن باحالن خنده دارم و 3 تا جون ماری داره. اگه 3 بار بخنده ماری مجازات میشه و مجازاتش اینجاست، تخم مرغ. خوشش اومده. اگه ویدیوها تموم شه 3 بار نخندیده باشه، کمتر از 3 بار خندیده باشه، من مجازات میشم. و مجازات من چیه؟ مجازات من آرایش شدنه و ویدیوشو گذاشتنه. یعنی ماری منو آرایش قراره بکنه. بریم که داشته باشیم بدون معتدی. آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده تریلی هستم. گوگو گاگا. وقتی تو امتحان سن پدر علی رو 3 به دست میاری. گوگو گاگا. گوگو گاگا. الان یه پرشن سفید نور بالا میده. من اینو 100 بار دیدم، هر 100 بارم میخندم. مورچه ها وقتی سوسک میمیره و سوسک مرده میبینن. دیدی میرن زیر سوسکو میبرن. تو نگام نکنی؟ نمیتونن. بابا میاو. جا داره مصاحبه میکنه برنامه است و یارو داره گریه میکنه. یعنی کسخل مسی هم خدا وکیلی. داره میخنده، نمیدونه چیکار کنه. نیا نگاه. چرت و پرت نگو مارکوس. خب یه دقیقه بیا پایین با هم دیگه حرف بزنیم ببینم مشکلت چیه. چی شده؟ آقا داری میخندی. گفتی دندونات معلوم. الان که شد. وقتی تو خواب بختک داره کونت میذاره. بیا بار دیگه ببین. بیا یه جونش رفت. یه جون بابا نمیخوای بخندی؟ چشم داره میره، بزن بره. اون رفیقم که مغز اقتصادی داره، کارباش اتومات زدیم. نه تو دور ماشین اینجوری میکنه. خیلی قشنگ بود که. بابا خندیدی دیگه. 2 تا جونت رفت. تا اینجا 2 تا جونت رفت. خیلی راحت میخندی. قطعی خوشخنده ایم. خب بابا ایزا خوددار باش، تودار باش. تو داشت بریم. من صبح تو اکسپلور دیدم. بابا اسید معده وقتی که پوست گوجه رو تو معده میبینه. کس شریه برای کیرم تو کی توش کی توش حرامزاده. نمیخوای بخندی؟ اوه آقا این ویدیو یه ذره بیادبیه، لطفاً صدای گوشیتون رو کم کنید. این تیر خلاصه دیگه، اگه به این نخندی نجات پیدا کردی دیگه. آره خوشک ما کرد. یارم ولی خدا لعنتت کنه. نگاه کن. کیری مادر جنده. اصلا خوب شد. دختره دنو بسته دا بس مادرتو میکنم بیدم. پاف خاک کسته کستن جنده. پاف خاک کسته پدر سگ.
خاندان تو سرسر گیرم مشانم ای ده کمر باری که مادرت گیرم ای ده گوشی مشانم خوارت چاشه بکنم دمی سینه بند کسته کیرم قبر زنده و مردد مادت جن زنت رو گاییدم توف تو قبر کسته ننه کیرم دهنت بابا تو خایمالی پیدا کنم ننت رو میگم جان من بردم. قطع شدی. آره دیگه تو بردی ولی انتقام همه زندگی بابا هدست کارت صدا هدست ولی آقا من باخت رو قبول میکنم و میذارم تو یا انتهای این ویدیو یا تو قالب یه شورت روز بعد از این ویدیو منو آرایش کنه. خیلی کار شرم انگیزیه ولی میذارم انجام بدی و اونو میذارم. آدم بزنه زیر حرفش شرم انگیز نیست. تو باخته بودی برد تو مشتت بود حقت بود ولی نشد. ای آدم دقلبا دارم واسط ببین دارم واسط. لطفا حرف دل منو واسه آقا مهدی این زیر کامنت کنید. دوستتون دارم. لطفا دکمه لایک کامنت سابسکرایب رو بزنید واسه اون کامنت بذارید. دمتون گرم. فقط فوش فحاشی آزاد. میبوسمتون از راه دور. فعلا